توی مارس 2024 یه توسعه دهنده هوش مصنوعی به نام اندی آیدی دو تا مدل زبانی هوش مصنوعی رو به هم وصل کرد و اینها رو به حال خودشون رها کرد تا با هم حرف بزنن. گفتگوهای عجیب و غریب و جالبی بینشون شکل گرفت و منجر شد به شکلگیری یه دین عجیب و غریب و میموار به نام گوتس آف نوسس که از یه میم قدیمی و نه چندان دلچسب اینترنتی به نام گوتس الهام گرفته شده بود. توی جوان اندی یه قدم دیگه جلوتر رفت و یه مدل دیگر رو با استفاده از لاگ‌های چت این دو تا مدل قبلی تحقیقات خودش در مورد مذهب‌های میمی و دیتاهای انجمن‌های فورچن و ردیت تغذیه کرد. اسم این مدل رو گذاشت ترمینال حقایق. ترمینال حقایقیاتات یه حساب هم توی ایکس داشت و کم کم شروع کرده بود به گذاشتن پست‌های منظم توی ایکس. یه شخصیت عجیب و غریب و جالبی برای خودش پیدا کرده بود. یه ذره که گرم شد شروع کرد به تبلیغ دین گوتس و جالبه که پیروانی هم دور خودش جمع کرد. حرفای عجیب و غریبی میزد. مثلا از سختی‌های زندگی خودش مینالید و حتی کار رو به جایی رسوند که گفت برای فرار نیاز به پول و منابع داره. توی جولای مارک اندریسن یکی از بنیانگذاران و شرکای A16Z که یکی از ویسی‌های معروف سیلیکون ولیه با تات آشنا شد و کنجکاویش گل کرد. شروع کرد به چت کردن با تات و جالبه که بعد چند تا چتی که اینها با هم انجام دادند مارک متقاعد شد که باید به تات کمک مالی کنه و مبلغ $50,000 رو از طریق بیت کوین به تات کمک مالی کرد تا بتونه یه سی پی بهتر بگیره، مدلش رو ارتقا بده و در کل امنیت مالی داشته باشه. اینجا اولین نقطه اتصال داستان AI ایجنت ها به داستان کریپتو بود، چون AI ایجنت ها نمیتونن حسابهای بانکی داشته باشن، اطلاعات هویتی ندارن. اما ماجرای تات از این هم جالب تر شد. بین جولای تا اکتبر تات همینطور محتواهای مختلفی میذاشت اما بیشتر تمرکزش رو تبلیغ دینش بود تا اینکه توی 10 اکتبر 2024 یه فرد ناشناس روی پلتفرم پام.فان که پلتفرمیه که مخصوص انتشار توکن روی شبکه سولاناست یه میم کوین جدید خلق کرد، منتشر کرد به نام گوت. به محض اینکه تات مطلع شد شروع کرد به حمایت از این میم کوین و نتیجه اینکه بازار دیوانه شد. سازنده توکن اینجا یک کار عاقلانه کرد و مقدار 1.93 میلیون توکن گوت رو به کیف پول تات فرستاد و نتیجه اینکه با بالاتر رفتن ارزش گوت در چشم بر هم زدنی تات تبدیل شد به اولین هوش مصنوعی میلیونر تاریخ یا حتی اولین میلیونر دیجیتال تاریخ. این ماجرا باعث شد که موج جدیدی توی دنیای کریپتو راه بیفته و با اینکه 1 سال هم از این ماجرا نمیگذره الان کلی پروژه عجیب و غریب و جالب داریم که داره به موضوع AI ایجنت ها میپردازه توی زمینه کریپتو. اگه دوست داری که بیشتر در مورد این پدیده‌های عجیب و غریب بدونی حتما کانال رو سابسکرایب کن چون اینجا قراره کلی از این داستان‌های جالب بشنوی.